با هم آماده شیم بریم کنسرت آقای امید حاجیلی. آقای امید حاجیلی متولد 2 مهر 1362 از تهرانه. موسیقیش هم ترکیبی از پاپ، لاتین، الکترونیک، موسیقی 6 و 8 و با انرژی و یه تیم شاد کنسرتاشو میترکونه. به تدریس موسیقی هم مشغوله. من تا الان کنسرت آقای حاجیلی نرفتم و اولین باره که میخوام برم و تجربه کنم. از اونجایی هم که موهام فرفریه گفتم که غیر رسمی و اسپورتور برم. چطورم؟ بریم ببینیم چه خبره. فوق‌العاده بود. به نظرم خواننده‌ای که بتونه جوری همه رو از جاش بلند بکنه که کسی نشینه معرکه است. دمتون گرم. عالی بود.